امیدوارم فوت فتیش دست و پا و این چیزها نداشته باشید، چون اینجا دیگه من خیلی راحتم در کانال خودم. و حالا در مورد گیمینگ و این چیزها هم میخوام صحبت کنم، در مورد نظرم در مورد فیلم ها، کتاب ها، آهنگ ها، هر چیزی میخوام همه چیز معرفی کنم بهتون. ولی حالا من مجیدم. بعد از مدت ها بعد از مدت ها دوباره مجیدم، چون مجید بودم برای من در زندگی فقط درد داشته. چون هر بار که یک نفر به این اسم صدا میزنه میترسم، یعنی میترسیدم یا حس بدی پیدا میکردم، چون همش با تراما و این چیزها درآمیخته شده بود و سعی کردم که تا مدتی کنارش بذارم تا بتونم بهتر از خودم سر در بیارم. تا زمانی که سعی میکردم حداقل خودم رو انکار کنم یا خودم رو بپوشانم، مثلا موهام رو بلند کنم، چه میدونم یک چیزهایی رو در زندگی خودم، یک چارچوب‌هایی رو برای خودم بسازم یا طبقشون عمل کنم که تا حدی به نظرم بهینه‌تر بود یا بیشتر محافظت میکرد از من و شخصیتم یا رویکرد و افکارم. و الان دیگه همه رو ریختم، موهام رو زدم و این یک تولد دوباره بود برای من. اتفاقا رها پرسید که چرا میخوای موهات رو کوتاه کنی، استه بزنی، و دیگه هم نمیخوام بلند شه، حداقل یعنی بیشتر از انقدر دیگه نمیخوام بلند شه و قرار نیست بلند شه. گفتم من دوباره به دنیا اومدم و بچه کچل به دنیا میاد. تو این مدت خیلی خیلی چیزها رو فهمیدم. یعنی اگر بخوام عمر مفیدم رو بگم که خیلی من رو به سمت بالا پرتاب کرد، که قطعا همه مراحل زندگی همینه، ولی خب دوره‌ای که بیشترین رشد رو داشتم فکر میکنم 24-5 سالگی بود، 23-4 سالگی بود تا همین الان. یعنی من متوجه شدم زندگی چطور کار میکنه، آدما چطور کار میکنن، چطور میتونم بهتر زندگی کنم، چطور میتونم پیش برم. چون خیلی از اوقات ممکنه بهتون بگن دنیای آدم بزرگا خیلی ترسناکه، خیلی مثلا احمقانه است یا هر چیز دیگه. و نکنید ما 2 تا آدم داریم، خب یکی آدم عاقله و یکی آدم باهوشه. این 2 تا با هم دیگه خیلی متفاوتن. آدم عاقل سیاست داره، از بچگی یاد گرفته چطور درست با آدم‌ها در واقع ارتباط برقرار کنه، کی تو چشم باشه، کی بکشه کنار. آدمیه که حساب شده عمل میکنه، آدمیه که از خرد استفاده میکنه، از اطلاعاتی که جمع کرده استفاده میکنه. و یک سری احمق 5 ساله چه میدونم بچه سال داریم از لحاظ عقلی که فقط باهوشن و سعی میکنن یک چیز احمقانه ای رو برای خودشون نگه دارن و سعی کنن در طول زندگیشون بفهمن چطور میتونن اون چیز احمقانه رو با خودشون حمل کنن. خب که من از دسته دومم، من آدم عاقلی نیستم ولی اونقدر باهوش هستم که چطور بگم که اون اصول احمقانه زندگیم رو، میگم احمقانه چون لزوما هر کسی شاید بهش باور نداشته باشه و آدمای عاقل ممکنه این رو ببینن و بگن اوکی این روی کرده درست نیست، و من قبول دارم که روی کرده درست نیست، ولی برای بیشتر پریدن باید بیشتر زمین بخوری دیگه، محکمتر زمین بخوری. بنابراین ریسکیه که من کردم و هر روز میکنم. من همیشه با دوستام صحبت میکردم، میگفتم هیچ وقت تمایل ندارم کارمند بشم، با یه لباس یک شکل برم کنار چند تا آدم دیگه برای اینکه وقتم بگذره و نه و به خاطر اینکه مجبورم و نه به خاطر اینکه دوست دارم با اونا شوخیای کرینج و مسخره بکنم. متنفرم ازش. بنابراین روی کرده من این بوده که خب جلوی هیچ کسی مثلا سرخم نکنم، خودم رو خورد نکنم به صورت کلی و یاد بگیرم همین چیز چرت و مسخره و ناخوشایند و کرینج و احمقانه‌ای که هستم رو یک راهی براش پیدا کنم که زندگی بهتری داشته باشه. اوکی، بزرگترین دغدغه من در زندگی همینه. بخاطر من وقتی که میگم مشکل من لزوما ارتباط با دختر نبود، واقعا نبود، خیلی چیزهای دیگه بود که ارتباط با آدم‌ها
در کنارش قرار میگرفت، یعنی ذیلش قرار میگرفت و ارتباط با دختر بخشی از باقی بدبختیام بود. اوکی، یعنی کلا بلد نبودم چطور زندگی کنم. و حالا سعی کردم راهش رو پیدا کنم و الان که دوباره متولد شدم به نظرم مسائل خیلی ساده تر از اون چیزی بود که بهم میگفتن، چون میگم آدمای عاقل معمولاً چارچوب رو میشناسن و طبقش عمل میکنن که بازخورد منفی نگیرن. بنابراین مجبور بودم خودم درش بیارم. یعنی شما الان آدم‌هایی رو میبینید که مثل منن، مثل خودتونن مثلا، و برای پیدا کردن راه میرن اندرو تیت نگاه میکنن، میرن جوردن پیترسون نگاه میکنن و من هیچ وقت به خودم اجازه ندادم که راه یک نفر دیگر رو پیروی کنم و هرچی یک نفر دیگه میگه که این کار میکنه این خوبه اون رو دنبال کنم بگم آره این فهمیده و این چیزها. همیشه من عادت داشتم خودم امتحان کنم، یعنی هیچ وقت از تجربه هیچ کسی استفاده نکردم، حتی از تجربه خودم، چون وقتی که یک چیزی رو واقعا میخوام حتی اگر یه بار براش شکست بخورم یادم نمیمونه و نمیخوام یادم بمونه که براش شکست خوردم. تنها چیزی که شاید یک بار رفتم سمتش و سریع عقب کشیدم آدم ها بوده که به خاطر رها 10 بار رفتم سمتش، یعنی دوباره هم پس خوردن هیچ کمکی به در واقع شکست خوردن اعتماد به نفسم یا هر چیز دیگه ای نداشت. هیچ، خیلی راحت 10 بار رفتم جلو و برای من مهم نبود. خب حالا I wasn't bitch. I was hurt. آره حالا I got cooked. آره You're not a hero. نه من نمیگم هیرو هم. من اتفاقا اصلا هیرو نیستم. من یه چیزی هم شبیه آنتی هیرو. من اون دانشمندم که به آدما یاد میده کارهای منفی رو درست انجام بدن، یه همچین چیزی. من اون کاراکتر منفی تمام انیمه هام، کاراکتر منفی تمام کارتونام، نه فیلم ها. تو فیلم ها خیلی واقعی خون دارن آدم ها و این چیزا. نه من همون کاراکتر احمقانه ویژی لاغر در واقع دماغ گنده عینکی هم که دارم یه دستگاه درست میکنم که مثلا بچه ها رو اذیت کنه یا همچین چیزی، مثلا آب نبات بچه ها رو بگیره، بچه ها گریهشون بگیره بخنده یا همچین چیزم. حالا چون تو هم عینکی. حالا فوش بد نده، این فوش انگلیسی که میدی بیشتر یوتیوب ناراحت میشه. این قراره تو ویدیو باشه، نمیخوام کاتش کنم. حالا بنابراین در زندگی یک چیزی که خیلی منو ناراحت میکنه و خیلی قلبم رو به درد میاره و همچنان برام انگیزه است و محرکه که ادامه بدم اینه که از وقتی دنیا اومدم واقعا جدی انصافا برای هیچ کس موجه نبودم مگر برای کسی که میخواسته ازم سوء استفاده کنه. پیریت. یعنی تا اینجایی که هستم بغیر از آدم هایی که خودم انتخابشون کردم که در زندگیم باشن، آدم هایی که بهم تحمیل نشدن، آدم هایی که خودم پیش رفتم و در مسیر باشون آشنا شدم، بغیر از این آدم هایی که مثلا بگیم از 25 سالگی به بعد باشون آشنا شدم، هیچ کسی تا حالا من رو نپذیرفته مگر به خاطر سوء استفاده. جدی شاید استثنا بوده 1 نفر 2 نفر، ولی آنچنان تاثیر مهمی در زندگی من نذاشتن که بتونم امیدوار بشم به آدم ها به صورت کلی. و حالا چیزی که خیلی ناراحتم میکرد این بود که من خودم جمع‌گرام. اوکی، من به کار درست اهمیت میدم، نمیخوام به کسی آسیب بزنم، نمیخوام کسی رو واقعا ناراحت کنم. کلا شخصیت تندی دارم، لحن و بیان خیلی زمختی دارم، ولی دلیلش در واقع این نیست که میخوام آسیب بزنم به هویت و شخصیت کسی. صرفا من رفتار رو هدف میگیرم، طرز تفکر شما رو هدف میگیرم، رویکرد شما رو هدف میگیرم، نه شخصیتتون رو. و به شخصیتتون احترام میذارم چون شخصیتتون خیلی از اوقات از مغزی که دارید خیلی جداه. یعنی شخصیت بدبختتون گیر حماقتتون افتاده، یه همچین چیزی. اینجوری نگاه کنیم بهش بهتره. بنابراین حالا اونقدر
اینجوری نبودم که بخوام آسیب به کسی برسونم، ولی همیشه من با قدرت مشکل داشتم. من با پدرم مشکل داشتم به طور اساسی، با برادر بزرگتر از خودم مشکل داشتم، با ناظم مدرسه، مدیر مدرسه، معلمام، با هر کسی که یک سطحی از من بالاتر بوده مشکل داشتم. حالا سر این بوده که چه لباسی پوشیدم، فرم مدرسه رو نپوشیدم، موام خیلی بلند بوده، یا اینکه دیدم یه نفر به ناحق یه کاری رو، یعنی یکی از ناظما به ناحق به یه نفر آسیب زده، رفتم جلوشو بگیرم. جان بگو. خیلی داری مشکل داری الا خواهرت نه؟ میگم That's my problem. نه همین دیگه. اونا هم هیچ وقت منو تایید نکردن مگر به خاطر سوء استفاده. یعنی مثلا یه نفر میومد خونه متوجه این نبودی که داری ازت سوء استفاده میشه. همین. و حتی به صورت کاملا ناخودآگاه هم که بخوای در موردش صحبت بکنی، حماقت و کنترل کردن برادرت رو میبینی، ولی اصلا اون بخش خواهرت رو نمیبینی. دقیقاً. من بدهکار و شرمنده به دنیا اومدم. یک مریض روانی بدترین آسیبه رو به روان من میزد، میرفتم بهش میگفتم این کارت زشت بود، این کارت خیلی مسخره بود، یه دفعه ورق رو بر میگردوند و من شرمنده و بدهکار میشدم و باید عذرخواهی میکردم که کنارم بمونه. و به صورت کلی هر کسی که در زندگیم دیدم همینو. بخاطر اخطار آدم هایی که در زندگیم بودن رو به بقیه میدم و بقیه همچنان با حماقت کاملا ارادی و آمدانه میرن و ضربه های مهلکی میخورن، پاره میشن و برمیگردن و من دیگه در رو روشون باز نمیکنم. چون کلا یاد گرفتم که بخشش در زندگی هیچ معنایی نداره. یعنی من همیشه میبخشم آدم ها رو، ولی دیگه بهشون شانس نمیدم. یعنی بدترین آدم ها، من به خدا هم گفتم من میبخشم که زندگی خودم، ادامه مسیر خودم راحت تر بشه، هم کینه‌ای داخل دلم نباشه که اذیت هم کنه، و همین که اگر بنده خدا رو ببخشم خودم خوشش میاد و یک چیزی به من میبخشه. اوکی، خودم منو میبخشه. اوکی، ولی فراموش نمی کنم، در رو دیگه به روی شما باز نمی کنم اگر به من آسیب بزنید. از کسی به دل نمیگیرم. همه آدما تعدی توجیه دارن، ولی نه اون توجیهی که بگم من فراتر از آدم‌های دیگم و اگر به من آسیب بزنن من میبخشمشون. این حجم زیادی از خود قدیس پنداری رو میطلبه. منم یکی مثل شما هم، منم ناراحت میشم، منم مشت و لگد بهتون میزنم، منم روتون تف میندازم. منم یکی هم مثل شما، هممون توجیه داریم. بنابراین دیگه نمیخوام داخل زندگیم باشید. تمام شد رفت. و به صورت کلی هیچ وقت در زندگی موجه نبودم. یعنی همیشه به عنوان دیوانه و روانی و خلوچل و احمق و چه میدونم حتی مجنون، هزار تا اختلال اسمش رو گذاشته شده. فکر کنید بچه 16-15 ساله ناظم مدرسه جلوی همه رو جمع میکنه، نشونت میده، میگه بچه‌ها نگاه کنید این دیوونه است، این پدرش دیوونه است، اینو عذاب میده، بعد این مثلا اختلال فلان پیدا کرده. خیلی کسشر، خیلی مسخره. این بد نیست نه؟ از دهنم پرید. غیر جدی. باور کن. آره. و چیزی که میخوام بهتون بگم اینه که همیشه اگر خودتون رو جایی پیدا میکنید که نمیدونید چه غلطی بکنید و هیچ کس نمیتونه بهتون کمک کنه با تجربیاتش، با نظراتش، با رویکرداش، آخرش باید خودتون پیدا کنید و از همین الان جمع کنید خودتون رو و برید ببینید چه غلطی میتونید بکنید. و یک خبر خوب براتون دارم، اونم اینه که هر گاهی که باشید یک راهی برای زندگی خوب براتون وجود داره، مگر اینکه حالا روانی چیزی باشید، حالا سادیسمی چیزی داشته باشید، سادیستیک باشید. آره اون میتونید به روش نه من یه چیزی نگیم الان یه دفعه یه چیزی ازش در بیاد و آره میتونید هر کسچری که هستید میتونید از ذهنم پرید. نه اینو میخواستم بگم، دوست داشتم بگم. خارجی گفتی خارجی. حالا و هر چیزی که باشید میتونید یک راهی پیدا کنید، ولی اکثر اوقات مجبورید خودتون پیداش کنید. چون اگر برید به قول معروف، اگر برید پیش کشیش
میگه باید توبه کنی، پول بدی، گناهات بخشیده بشه. اگر بری پیش دانشمنده بهت میگه چه میدونم باید فلان کارو بکنی. اگر بری پیش آره این قرصه رو بخور. اگر برید پیش ریش سفید محل بهتون میگه با دختر همسایه ازدواج کن. هر کسی یک روی کردی داره که لزوما همیشه به درد تو نمیخوره، به درد من نمیخوره. بنابراین من اینجا هم در حالی که یک 3-5 هزار تایی قانون رو تعدی کردم، از قوانین کوچک خانواده تا قوانین مدرسه تا هر چرت و چرندی که تصورشو بکنید، و تنها پیامی که دارم اینه که های حروم زاده ها، من هنوز زندم و دارم سعی میکنم ادامه بدم و باور کنید این رو بهتون قول میدم، نظر خدا در مورد شما هیچ وقت اون چیزی نیست که آدم ها در موردتون دارن. آدم ها حقیرتر و بیچیزتر و بیارزشتر از اونن که بتونن نظر موجه و کامل و درستی در موردتون داشته باشن. خیلی از اوقات خیلی راحت میشه قضاوتتون کرد چون آدمای کسچری هستید، ولی خیلی از اوقات واقعا نمیشه و به نظرم یک معیار خیلی درست رو باید معرفی کنم توی ویدیوهای آینده که متوجه بشیم چه آدمی کلا آدم ناسالمه و باید ازش دوری جست و چه آدمی واقعا سالمه، که نمیخوام این رو تعریف کنم. میخوام پیش فرض رو بگیرم چون نمیخوام گوزهای فلسفه خوانده. کلا نگاه کنید در این کانال برای من خیلی مهمه که آدم‌هایی از دسته هایی که مایلم بیان دنبالم. وقتی این خیلی از کارها رو نمی کنم یا خیلی از کارها رو می کنم که الگ کنم آدم‌ها رو، فیلتر کنم. اگر بخوام بحث رو فلسفی کنم، یه سری گوز فلسفه خونده که نمیدونن از چی دارن صحبت میکنن، 2 تا جمله از نیچه خوندن میان کوتش میکنن، میان فکر میکنن اینجا میدون رزم ایناست، میان فشاری میشن اینجا، چوب تو کون خودشون میکنن. حوصله این مزخرفات و این زباله ها رو واقعیت ندارم و بعدم میاد از اینکه هر بار میخوای از ان صحبت کنید. منظورت از ان چه؟ تعریف ان چه؟ تعریف ان تویی، تعریف ان قیافته. ای ریدم تون کلت گوسفند. خدا رو شکر اصلا هیچ کسی هم شک نکرد داری فوش. نه نه آره خلاصه که میفهمم و یکی از راههایی که پیدا کردم برای اینکه حداقل آدم سالم رو از ناسالم تشخیص بدم، راه بهتر زندگی کردن رو پیدا کنم، بفهمم چطور بهتر میتونم با آدما ارتباط برقرار کنم و چه آدمهایی رو انتخاب کنم برای مسیر و راهم، همین روانشناسی تحلیلی یونگ بود. خب و اگر خودتون رو درصدی در جایگاه من حس میکنید و فکر میکنید که تجربه مشترکی با من دارید یا داشتید، داخل تیم منید. من با تمام وجود تا جایی که بتونم و به زندگیم آسیبی نزنه و حوصله داشته باشم ازتون دفاع میکنم و مراقبتونم. میتونید من رو به عنوان دوست خودتون تصور کنید و منم اگر ازتون خوشم بیاد باهاتون ارتباط میگیرم، با هم حرف میزنیم. اگر خوشم نیاد قطعا نه جوابتون رو میدم نه چیز دیگه. من اینجا نمیخوام با کسی تعارف داشته باشم. مخاطب میخوام، ولی مخاطبی که من رو بفهمه. پس اگر ناراحت میشی زود، اگر فرار میکنی، اگر قهر میکنی، مخاطب من نیستی. من باید بتونم بهت اعتماد کنم، باید بگذره و کم کم ازت خوشم بیاد یا حتی نیاد. بنابراین میتونی به عنوان یک شبکه تلویزیونی به این کانال نگاه کنی که هیچ ارتباطی نیست باش، یا میتونی دوست خودت بدونی من رو. و من شاخکام خیلی تیزه، حواستون رو جمع کنید. این آخرین تلاش منه برای اینکه حرفهای واقعیم رو یک طوری به جهان خارج برسونم، حرفای مهمم رو، حرفایی که واقعا ارزش داره. روانشناسی تحلیلی یونگ که حالا اون یکی کانالمه یک ابزاره که میتونید از روش‌های مختلفی ازش استفاده کنید. اینجا در مورد منه، در مورد افکار من که شاید شامل افکار یونگ باشه ولی همش نیست. بپرید بالا. امیدوارم که مسیر خوبی رو بریم و
مقصد جالبی رو با هم دیگه داشته باشیم. خوشحال میشم که هر جایی دردی داشتید همراه بشید و هر جایی که دردتون درمان شد بکشید بیرون و به مسیر خودتون ادامه بدید. من اینجام که تا حدی بفهممتون، تا حدی حرفایی رو بزنم که حداقل هیچ کس بهتون نمیزنه، چون واقعا آدم ها ترسوتر، آدم ها منفعت طلبتر، آدم ها حتی احمقتر و کج فهمتر از اونه که فکر کنید. من اینجا فکر میکنم خودم خیلی باهوشم، فکر میکنم که خودم خیلی باهوشم، ولی فکر میکنم باهوش ترین آدم دنیا یا مقدس ترین آدم دنیا. نه، تقدسی هم اصلا ندارم، ولی باهوشم و یکی از اون آدمای باهوشی هم که خیلی از چیزها براش مهم نیست و حاضر تا حدی تلاش کنه رنج شما رو از بین ببره، یه همچین چیزی، یا باهاتون همزاد پنداری کنه یا هرچی.